بار دیگر سلام میگم به همه اونهایی که این لحظه ها ما رو در آزادی ویدیو کانال رادیو آزادی تماشا دارن. ساعت به وقت پرک 10 است و من در چند دقیقه دیگر تلاش میکنم برای شما سرخطی موضوعهای روز رو بگویم و بینندگان عزیز یادتون نرود که ما بعد از 3 ساعت دیگر برنامه خبری داریم و امیدواریم که پخش مستقیم برنامه بدون مشکل در یوتیوب امروز برای شما پیشنهاد خواهد شد و اگر نه شما یعنی نتونستید در پخش مستقیم رو تماشا کنید انتظار باشید بعد از چند لحظه دیگر یعنی بعد از ثبت برنامه ما حتما آن رو به شما پیشنهاد خواهیم کرد. خب توج طلایی دیگر به کار نمی رود. طریق زلاتای کرونا مبلغ نفرستید. این اعلان به شهروندان تاجیکستان داخل دارد که برای انتقال پول به تاجیکستان و یا برعکس از همین نظام بانکی استفاده می کردند. بنا به اعلانی که از سوی بانک ملی نشر شده است فعلا ساکنان میتوانند مبلغ‌های خود را طریق شرکت‌های یونیستریم و کانتکت انتقال بدهند. هرچند ماجران شکایت میکنند که فایز استفاده از خدمات این شرکت‌ها به فرق از زلاتای کرونا گرانتر است و آنهایی هم که روز گذشته با همین طریق پول فرستاده بودند نتوانستند که پیوندانشان این مبلغ را از تاجیکستان دسترس کنند. اگر شما بینندگان عزیز برنامه امروز را تماشا کنید ما تلاش میکنیم با سوال‌های زیادی شما درباره انتقال مبلغ به تاجیکستان پاسخ بدیم. یعنی حالا کدام شرکت‌ها فعال هستند و تقدیر پول‌های آنهایی که تا 3 دکبر طریق شرکت زلاتای کرونا فرستاده شده است چی می‌شود و اگر شما نیز در نقطه‌های بانکی بودید و به هنگام گرفتن پول مشکل کشیدید لطفاً از اون جایی که قرار دارید بر رادیو آزادی عکس و نوار فرستید و ما در برنامه خبری این مطلب‌های شما را استفاده خواهیم کرد. بار دیگر باور میشیم که سر از دیروز بنابر فعال شدن نظام نوی انتقال پول از سوی بانک ملی برخی شرکت‌های بزرگ انتقال پول خدمات خود را به تاجیکستان موقتا قطع کردند. سنه برگزاری انتخابات معلوم شد. بر اساس فرمان رئیس جمهور امالی رحمان انتخابی وکیلان مجلس نمایندگان و مجلس های محلی روز 1 مارت سال آینده دایر می‌گردد. انتخاب وکیلان مجلس ملی پالاتای بالایی پارلمان باشد روز 27 مارت امسال مارت سال 2020 معذرت برگزار خواهد شد. مجلس نمایندگان تاجیکستان 63 وکیل دارد که 22 نفر آنها از روی خط حزبی و باقی از حوزه‌های یک مانداتی انتخاب میشوند. پالاتای بالایی پارلمان مجلس ملی 33 وکیل داشته 8 نفر آنها را پرزیدنت تعیین میکند. قرار است سال آینده در تاجیکستان 2 انتخابات یعنی پارلمانی و پرزیدنتی برگزار شود. سنه برگزاری انتخابات پرزیدنتی معلوم نیست و باید گفت که تا این دم سازمان کشورهای غربی انتخابات تاجیکستان را آزاد و دموکراتی اعتراف نکردند، برعکس سازمان ها و کشورهای شوروی سابق و چین که به این انتخابات ها بهای بلند دادند و از همه نارسایی یا قانونشکنی ها در جریان انتخابات چشم پوشیدند. تلکو کارخانه مشترک تاجیکستان و چین می شود. سفیر پیشین چین در تاجیکستان میگوید با سرمایه‌گذاری زیاده کشورش شرکت آلومینی توجیک تلکو بازسازی و عملاً به یک کارخانه نوی زمانوی و مالکیت مشترک دو طرف تبدیل خواهد شد. اظهارات سفیر سابق در حال صدام می‌دهد که مقامات تاجیکستان جزئیات قراردادهای مربوط به تلکو را فاش نمی‌کنند. قبلا این گمان موجود بود که ممکن است چین در عوض قرضی بیش از $0.5 میلیارد خود آلومینی بگیرد یا از فروش این محصولات وامش برگردانیده شود. ولی ناشفاف ماندن جزئیات قرارداد و سخنان سفیر که طرفها تأسیس کارخانه مشترک را در نظر دارند احتمال قسماً یا پوره زیر نظارت طرف چینی گذاشتن تلکو را قوی تر میکند. البته در این باره در برنامه خبری ما حتما گزارشی خواهیم داشت. غلامان دوران معاصر و یا در شویتسیا نیز مهاجران استثمار می شدند. در برنامه امروز راجع به پژوهش همکاری ما سیروژن اسلام و شبکه تیوی 4 شویتسیا صحبت میکنیم که نشان میدهد چگونه یک نهاد شویدی به استثمار انسان ها در مقیاس بزرگ مساعدت میکند. اگر بعد 3 ساعت دیگر در برنامه ما را همراهی کنید از زبان خود مهاجران خواهید فهمید که از چه طریق به غلامان تبدیل یافتند. و در برنامه امروز در مثال خانواده
заминаҳои маъюб дар тоҷикистон аз рӯзгори сахти ин қишр барои шумо гузориш хоҳем дод. мақомот ҳам мегӯянд ҳарчанд дар кишвар ҳамаи заминаҳои ҳуқуқӣ барои зиндагии шоистаи маъюбон фароҳам шудааст, вале мушкилоти зиёде дар ин замина ҳамчунон вуҷуд дорад. бинандагони азиз, тавре ҳам дар боло гуфтам ба дасти соати дигар барномаи хабарии радио озодӣ манзури шумо мешавад ва мо шуморо дар барнома мунтазир хоҳем буд. То он вақт рӯзи хуб дошта бошед.